به مادر میهنم، او که بی هیچ سلاحی جز شعر مرزها را در می نوردد تا وطن را به صورت دایره‌ای بسازد که نامش زمین است. به سیمین بانوی شعر ایران. همراه می شویم با خشت و گل و آتش، تندیس حضور حاضر شعر. یک دریچه آزادی، شناخت تحلیلی شاعر بزرگ روزگار ماست به روایت تصویر. در بازتاب نظرات شاعران و هنرمندان بزرگ ایران، نه تنها شعر سیمین بهبهانی که شعر امروز ایران نیز بررسی می شود. بزرگانی چون محمد حقوقی، اسماعیل خویی، جواد مجابی، علی اشرف درویشیان، پرویز مشکاتیان، عمران صلاحی، فریبرز رئیسدانا، ناهید کبیری و بسیاری بزرگان دیگر، ستاره درخشنده شعر و ادب روزگار ما که پایگاه استوار شجاعت می‌نامندش، که چشمه جوشنده و زلال آفرینش سخن است، با ساخت مجسمه‌ای از سیمین بانوی شعر ایران زمین و از سیمین گفتنها. در جامعه مصیبت زده و اندوهگینی که ما داریم، مجموعه سنت‌ها و افسردگی‌ها دست به دست هم میده تا کسی در سن و سال سیمین بهبهانی به جستجوی خرید مزار باشه، ولی این زن بزرگ در سن 80 سالگی هنوز به جستجوی خرید زندگی برای دیگران، یعنی برای سعادت مردمش همچنان داره پایداری میکنه. راوی صادق لحظاتی است از زندگی روزانه این بانوی بزرگ. برای خودت چون شروع کارشو بگیری ها. نه خوبه و چگونه شعرش آینه رویدادهای روزگار ماست. همه کتابم ساز بوده این چند سال. دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خویش. یک دریچه آزادی. نویسنده، کارگردان و مجسمه ساز امیر محمد قاسمی زاده.